المسألة الثانية مسألة دوم العمل به عمل کردن بر این. یعنی این اولا مقدمه کتاب است که آن علمی که ما آموزیم که آن علم شناخت الله، شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم و شناخت دین اسلام با دلیل هاست. اکنون داخل میشد بعد آن که ما این معرفت رو پیدا نمودیم و عمل کردن بر این. مسئله دوم عمل بر آن علمی که تو می آموزی، یعنی عمل کردن بر آن علمی که آموختیم یا که در آموزش هستیم. زیرا بهی در اینجا ضمیر میگن این رو به علم برمیگردد، نه که با آن چیزی که تو آموختی باید بر آن عمل بنمایی، به عمل کردن بپردازی. پس بدون که عمل این میوه علم است، عمل کردن این میوه علم است. اگر علم در سینه پنهان ماند و به عمل نپردازد و با این علم عمل نکند، مثل یک ظرف پر از گنج است. یک ظرفی که یک کوزه‌ای که پر از گنج است ولی قلف زده و هیچ کس آن را بهره برده نمیتواند. یا اینکه مثل یک گنجی که در زیر زمین خوابیده است، کسی از آن بیخبر است. مثل این است اگر علمی که در آن عمل نباشد. حتی ترک کار نیز این عمل است. ترک نمودن یک کار که مخالف شریعت است، مخالف دین است، این هم عمل است. برای چی؟ چرا؟ زیرا هر شخص بداند که صرف کردن عبادت برای غیر الله این شرک است، یا که کار را انجام دادن که این مخالف سنت پیامبر است این بدعت است. پس وی را ترک کرد، این عمل را وی ترک کرد. و مثل اینکه میداند که مولود پیامبر این بدعت بود است، نه پیامبر جشن گرفت، نه رسول الله جشن گرفت، نه صحابگان، نه صاحبان مذهب، نه محدثان، هیچ کس جشن نگرفته است از بزرگان دین، از عالمان معتبر معروف. پس ترک نمودن این عمل کردن است، عمل کردن با آن علمی که تو پیدا نموده. پس آن عمل رو باید ترک کنی. پس این واقعیت گاهی میشد که ترک کردن چیز این عمل کردن است، یا عمل کردن یا که ترک نکردن آن چیز این عمل است. مثلا الله تو رو امر نمود که نماز رو 5 وقت رو بخوان، در وقتش ادا نما، در وقتش ادا نما. پس توی رو اجرا کردی، پس این علم است، عمل کردی با این علم. پس در مورد دین باشد، در مورد دین باید انسان پیوسته با علم باشد، خود رو پیوند با علم بسازد و در برابر آن عمل کردن را هم قرار بدهد. پس بدونید که علم در اسلام علم تنها دانستن نیست، تنها معلومات پیدا کردن نیست. چقدر مردمی هستند که علم دارن، یک علم کوچک دارن. برای هم بدونید که علم در اساس شریعت این تنها دانستن نیست، تنها معلومات های گوناگونی را در ذهن خود پیدا کردن، جمع کردن نیست. اگر این گونه باشد این علم برای انسان بر ضد انسان روز قیامت حجت می شود، نه فایده برایش فایده نمیدهد، بلکه باید با این علمی که تو می آموزی عمل رو پیوست کنی به خاطر نجاتت، به خاطر اینکه برای تو نفع برساند، فایده بدهد. اما عمل بدون علم باشد اساسی درست ندارد، شاخه های شکسته است که منفعت نمیرساند و گمراهی رو به بار میآورد. در قرآن کریم بسیار وقت الله سبحانه و تعالی ایمان و عملهای صالح را یک جا ذکر میکند. ایمان را وقت ذکر کرد، عملهای صالح را با او میپیوندد تا روشن شود، تا نتوان آن را از هم جدا کرد. چگونه که الله میفرماید ان الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. الله کسانی را که ایمان آورده‌اند، علم پیدا کردن، ایمان آوردن و کارهای صالح را انجام داده‌اند. یا کنید الله در اینجا ایمان را، علم را با عملهای صالح پیوست کرده، از همدیگر جدا نیستند، اینا با همدیگر هستند. الله کسانی را که ایمان آوردن و عملهای صالح انجام داده‌اند در باغ‌های داخل می‌کند که از زیر آن جوی‌ها جاری است. یحلون فیها من سراویل من ذهب و لؤلؤ. آنها در آن باغ‌ها دستبندهای طلاگین و موارد از زینت‌ها بر آنها داده می‌شود. و لباسهم فیها حریر. و لباسشان در آنجا حریر است، یکی از بهترین و نیکوترین، زیباترین لباس‌ها، ملایم‌ترین. در سوره حج آیه 23. پس مسائل اختلاف میان علم و عمل. اگر علم باشد ولی عمل نباشد، مثل یهودیان انسان قرار میگیرد. چون الله سبحانه و تعالی در کلامش یهودیان را به خاطر چیز مذمت کرده، به خاطر چیز آنها را سرزنش کرد. هر روز ما سوره فاتحه میخونیم، میگیم غیر المغضوب علیهم، نه آن کس، پروردگار ما را به سوی آن کسانی که بر آنها تو غضب کردی بر آنها پیوست مکن، ما را از آنها دور بساز. برای چی الله بر این یهود غضب کرده؟ به خاطر آنه که آنها علم داشتن ولیکن با علم عمل نکردند. اما اگر عمل باشد ولیکن عملی به علم باشد، انسان به مثل نصارا قرار میگیرد، نصرانی ها. و در آخر آیت سوره فاتحه
ولا الضالین میگم نه گمراهان. پناه میبریم به سوی الله از این دو طایفه خبیث. چون یهودیان علم داشتن عمل نکردن و نصرانی ها به علم عمل کردن، مثل صوفی های حاضر زمان واری بدون علم از خود قانون شریعت قرار داده عمل میکنن بر آن. پس یهودیان حقیقت رو میدونستن، اما از روی حسد خود و از روی ظلم و ستم، از روی سرپیچی و سرکشی عمل نکردن. کسی که اگر که به اینها مانند کنه خودش رو از روی اینها قرار میگیرد، آن را با از مردم پنهان کردن، با مردم علم را نرسوندن. الله سبحانه و تعالی میفرماید الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. کسانی که به آنها کتاب داده شد، آنها پیامبر رو یعنی صلی الله علیه و سلم رو میشناسند، آن رو میدونند چنان که فرزندان خود رو میشناسند، یعنی که پوره و کامل پیامبر را شناختند. و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. ولی گروه از آنها حق را پنهان کردند در حالی که میدونستند. در سوره بقره آیه 146. و نصارا باشد دقت با اخلاص داشتند، یعنی با اخلاص الله را میخواندند، عبادت میکردند، ولی به علم، بدون علم. همین است که گمراه شدند. برای قد هر روز میگویی ولا الضالین، نه گمراهان. شیخ الاسلام رحمه الله تعالی گفته است که هر کی از علمای این امت علم داشته باشد، هر کی از علمای این امت علم داشته باشد، اما بر طبق آن عمل نکند یا که بر طبق آن عمل نکرده باشد، مانند یهودیان است. و هر کی از عابدان یعنی عبادت کنندگان عبادت کند ولی بر جاهلی بدون علم، مانند نصارا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث پاهای بنده، قدمهای بنده در روز قیامت از جای نمی جنبد. یکی در روز قیامت چنان سختی هست که هیچ کسی هیچ حرکتی را انجام نمیدهد تا از 4 چیز از او پرسیده شود. 4 چیز از او پرسیده می شود، قدمت را حرکت نمیدهی. از عمرش که در کجا صرف کرده است. پس مراقب این نعمت بزرگی که الله برای تو عطا کرده است باش. این عمری که الله برای تو داده است، تو آن را هر روز 24 ساعت وقت داره، اون رو در کجا صرف می‌نمایی؟ آیا در راه خیر است یا در راه بد؟ در کجا می‌گردی در این 24 ساعت؟ از عمری که تو در کجا صرف می‌نمایی در روز قیامت از تو پرسیده می‌شود. از علمش که چگونه به آن عمل کرده است. پس آن علمی که ما می‌آموزیم تلاش نماییم که با آن عمل کنیم، بر خاندان خود بیاموزانیم، چون علم نور است، روشنایی است، هدایت است، بخشش است. از مالش که در کجا این مال را صرف کرد، مال را از کجا آورد و در کجا صرف کرد، و از وقتش. ابن قیم رحمه الله تعالی که تلمیذ و شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی است، در کتاب فوائدش یکی از نیکوترین کتاب هاست بیان می‌نماید علمای سو، یعنی عالمان بد، در بیان علمای سو، عالمان بد در نزد در بهشت نشسته‌اند. خوب گوش بدهید، چون علما دو قسم هستند، علمان راهنمایی کننده هستند و علماهای سو هستند، عالمان بد هستند. و در زمان ما عالمان بد چیز زیاد شده هستند و سوی بدی میکشونند. سخن زیباست، به نهایت با دقت گوش بدهید. میفرماید علمای سو، عالمان بد در نزد در بهشت نشسته هستند، مردم را با سخنانشان به سوی آن دعوت میکنند، به سوی بهشت، ولی با عملهایشان به جهنم راهنمایی میکنند. با عملهایشان به سوی جهنم راهنمایی میکنند. پس هر بار که سخنانشان گوید بیایید دعوت نماید، عملهایشان میگوید گوش ندهید، دور باشد که شما را به سوی جهنم راهنمایی میکند. اگر آنچه میگفتند حق میبود، خود اولین عمل کنندگان سخنان خود میشدند و آنها چهره های آنها از ریش، از لباس در صورت ظاهر به سوی نیکی راهنمایی کننده هستند. نیکخواه هستند، دوستدار نیک هستند در ظاهر، ولی حقیقتا چیز آنها راهزن‌های هستند که در این راه نشسته هستند. پس بدون که علم و عمل دو بال هستند، دو پر هستند که بدون هم امکان آپذیر است. یکی نباشد دیگری نمیتواند با سوی نور راهنمایی شود. پس علم نور است که راه را روشن میکند و عمل قدم است که به سوی بهشت تو را راهنمایی میکند. پس علم به عمل این غرور است، تکبری و سرکشی است و شایسته لعنت است مثل یهودیان، و عمل به علم گمراهی است مثل نصارا. پس شخص تعلیم گیرنده متعلم باید همیشه شرم داشته باشد. از چی؟ باید بگوید با خودش من چی کار کردم؟ من چی میدونم؟ من چی آموختم؟ آیا با این آموختم عمل کردم یا عمل نکردم؟ زیرا علم با عمل زنده میگردد. بارک الله فیکم. پس مرتبه های ترک عمل با علم، یعنی انسان علم دارد آن را ترک می نماید. اولا ترک که کفر است،
اگر کسی بداند که توحید حق الله است بر بندگانش، حق الله علی العبید ای یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، چون یک پیامبر گفتن حق الله بر بندگان اینکه او را عبادت نمایند و بر او کسی چیز شریک قرار ندهند. اگر کسی بداند که توحید حق الله است بر بندگانش و بداند که تنها الله است که سبحانه و تعالی سزاوار عبادت است و بر خلاف آن عمل میکند، پس ترک چنین عمل، ترک چنین علم کفر است. مثال میاریم، کسی با عقل است، با فراست است و علم هم دارد، علم را میداند که عبادت بت‌ها، شیخ‌ها، پیرها، از قبرها دعا و کمک و مدد طلب کردن شرک و باطل است، ولی با وجود این آن را برای غیر الله صرف میکند، این کفر است. دوم، ترک معصیت است، گناه بزرگ است. اگر کسی بداند که چیز کار حرام است، چیز حرام است، ولی باز آن را انجام میدهد، پس اینجا گناه بزرگ است، گناه عظیم به حساب میرود. مثال دانستن حرام بودن زنا، میدونه که زنا حرام است ولی آن را انجام میدهد. دانستن حرام بودن شراب نوشی ولی آن را انجام میدهد. میدونه که حجاب فرض است ولی آن را اجرا نمیکند. این عمل کفر نیست، زیرا اصل دین را رد نکرده است، اما گناه بزرگ است که با توبه و استغفار انسان باشد که الله گناه او را بیامرزد. و قسمت سوم ترک که مکروه است، پسندیده نیست. اگر کسی بدونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز را با صفت معین میخواند ولی آن را ترک میکند، این ترک مکروه است. یک بعضی از چیزهایی که در داخل نماز هستند که مستحب هستند آنها را انجام نمیدهد، مثل ترک بعضی از سنت‌های مؤکده در نماز که عمل کردن با آن مستحب است و ترکش مکروه است ولی گناه نیست، اما از اجر و پاداش خود را محروم میکند. و قسمت چهارم ترک که مباح است، نه که جایز است. بعضی کارهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد یا ترک میکرد از عادت‌های شخصی یا که جسمانی بودند، نه عبادت نه شریعت بودند. مثال شخص میدوند که یا که ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با صفت مخصوص خواب میرفت، با حالت معین خواب میکرد یا مینشست یا غذا میخورد، نوع غذا میخورد یا که نوع لباس، نشست و خستنش، طرز سوار شدنش بر مرکب و مثال این همچنین. ولی انسان خود خواب و نشستنش را با طرزی که برای خودش موافق است بر حالت خودش اختیار میکند که این ترک مباح میشود. و ترک چنین عملها حکم شرعی ندارد، زیرا این تنها یک عادت است، عادت طبیعی مردم است، نه عبادت. برای همین میگویند که صله همچنین این عادت است، گذاشتن صله این سنت نیست میگن بلکه یک عادتی است. چون که در ما برای حتی برای تاقی را فرض قرار دادن، این را از کجا آوردن؟ نمیدونم، این از کلام دین آوردن، تا حالا ما در یگان کتاب نیافتیم. پس فرق بین عبادت و عادت، فرق بین عبادت و عادت، ما باید بدونیم که عبادت چی است و عادت چی است. عادت عملهایی که به شریعت پیوند نیستند و اجرا و ترک آن نه ثواب دارد نه گناهی دارد، اینا عادت میگویند. اما عبادت عملهایی که با نیت و دوستداری شریعت و با دستور شریعت، کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و انجام دادن می شود. با عمل کرد این و ترک آنها می تواند کفر باشد و مثل ترک نماز، می تواند گناه و معصیت باشد و مثل اینکه انسان روزه نمی دارد در ماه شریف رمضان یا غیر این، چون یک در بالا بیان کردیم. پس عبادت عملی است که با ترک آن انسان گناه می گیرد یا گناه نمی گیرد، یا با ترک آن انسان مورد عذاب و عقاب قرار میگیرد یا قرار نمیگیرد. این عبادت است. پس نه همه عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم به معنای عبادت است. فهمو؟ برخی از عادت‌های شخصی هستند، طبیعی هستند، زندگی او بودند. پس ترک چنین عادت‌ها برای ما هیچ گناهی ندارد، هیچ حکم شرعی ندارد. پس در جمله ترک عمل با علم 4 حالت دارد. یکم کفر است، اگر در اصل توحید باشد و رد کردن شریعت باشد، یا ترک نماز باشد. دوم معصیت است، گناه بزرگ است، حرام است، آن را میداند ولی آن را انجام میدهد. سوم مکروه است، اگر سنت‌ها و مستحبات را ترک کند. چهارم مباح است، اگر ترک از امور از عادت‌های شخصی باشد که اجرای آن عبادت نیست. پس علم با عمل مثل بدن با روح است. اگر عمل جدا شود علم به هدف میماند، هدف دیگه ندارد، معنی دیگه ندارد. و هر قدر اگر معرفت پای بلند شود، دانش بسیار شود، مسئولیت بیشتر باید بگردد و سوال هم بزرگتر می شود. این از دلیل مسئله دوم. بارک الله فیکم.